دخترهایی که خودشون زیبا کرده به بیرون میبرویند و زیباگی هاشون برای مردهای بیگانه نشان میتین، در واقع اطاعت شیطان میکنن و الله رب العالمین نافرمانی میکنن. اینها با این کارشون فقط مردان بلهوس چشم چرانه و شیطان خشنود میکنن، ولی الله رب العالمین به غضب میآرن. الله رب العالمین از یک سو میفرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زنها شما زیباگی هاتون فقط برای شوهراتون نشان بدیه، اما شما زیباگی هاتون برای مردان بلهوس چشم چران نشان میدیه. شیطان خشنود میکنه و الله رب العالمین به غضب میآره. وای بر حال اون زنی که شیطان اطاعت میکنه، مردان بلهوس چشم چران خشنود میکنه، اما الله رب العالمین نافرمانی میکنه و به غضب میآره.